الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای اسلامی و مومنین خدا، همتون به این معرکه خیر خوش آمدید. پروردگار مشکلاتتون آسان گرداند. پروردگار نیت‌های نیک کنه، جامعه عمل کنه. از برکت خدمت شما خداوند در این کارخانه خیر هدایت و توفیق و برکت ارزانی فرماید. از همه بزرگ همین است که اینجا آرامی و بخیری برای هر یکی ما شما را سامانده کنند و با برکت قدم و دعاهای شما یا معجز گناهگار خدا هدایت کند، گناهان بخش، عاقبت کارمان به خیر و سلامت کند. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. یک کلمه داریم در اسلام با نام توفیق. هر آدم میگیم خداوند توفیقش دهد. ما هم یک کلمه داریم با نام توفیق، میگیم خداوند توفیقش دهد. اما توفیق چیست؟ توفیق از ویف گرفتن. اگر ما یک کسی گویم که در کجا ایستاده میگه در توقفگاه مثلا می شود، یعنی که در زبان عربی ویف گفتن عربا بسیار حالتها در و معنای فرودگاه استفاده میبرند. یعنی که امروز طیاره ها، امروز تمامی اون تکنیک هایی که در فضا میگردن همون میرن در کجا میشینن، برای خودشون یک فرودگاه میکنن. همین را یک نامش ویف بدهید. همین برای انسان اگر استفاده شود میگن خدا توفیقش بده. از این نقطه نظر معلوم است که برای یک فرودگاه شیشتن چقدر خطا میکشند. اینو آن گفته همونجا رو فرودگاه تشکیل میتیند. همین را نامش وفق بدهید. نسبت آدم اگر تیند توفیق. برادرها، همون آدمی که توفیق مییابه که خودش میدان ساز کنه، همون آدم توفیق مییابه که خودش فرودگاه ساز کنه، همون جانب خدا رحمت میبیا، همون رحمت در فرودگاهش خمانده بیاره. گاهی میشوه که رحمت با واسطه دعا میبیا، گاهی میشوه رحمت با واسطه قرآن میبیا، گاهی میشوه رحمت با واسطه قدم یا آدمی با برکت میبیا، گاهی میشوه رحمت با واسطه یتیم میبیا. گاهی رحمت دروازه هاش زیاده، خشا به حال آدمایی که برای خشا میدان ساز میکنن. من امروز برای معرکه میدان ساز میکنن، جا ساز میکنن، کورپا ساز میکنن، کورپاچه ساز میکنن، مهمانا بیاین استفاده برن بخورن راحت کنن. هر آدم باید برای ایمان و برای خود ایمان و عملش توفیق ساز کنه، میدان ساز کنه. برای این رفیق خوب مییابی، برای این راه مییابی، برای این به سوی راستی میبیایی، به سوی حق میبیایی، به سوی آن چیزی را که خداوند حق پیغمبراش معلوم کرده به سوی انمون میبیایی. فرودگاه را تیار میکنی، میدان را تیار میکنی، منتظر میشی که رحمت خدا بیاید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه خدمت کردند، اما دین همون قدر پنهان بود. اما میدان خوب که مدینه منوره بود، آمدن اسلام از مدینه الحمدلله سرزمینای ما آمد، ما الحمدلله هممون مسلمان شدیم. برای همین اینجا وقتی که هر یکی ما میشینیم، هر یکی ما یک دنیاییم، هر یکی ما یک میدانیم، هر یکی ما یک توقفگاهیم، هر یکی ما یک خودمان یک فرودگاه کنیم که رحمت خدا میبیا. چگونه که همه ما و شما میدانیم این سوره را. تنزل الملائکه و الروح. شب قدر ملائکه ها می اومدند. همچنان ایمان داریم ما. تنزل الملائکه و الروح. قسمت از مفسران میگه جبرائیل امین این روح. قسمت از علما میگن روحای مرده ها میبیاین. یعنی شب قدر شب بود است که ملائکه ها رحمت و نور ای جانب خدا و روح ها میبیاین. اینجا در اکنون ظرف در کاره که رحمت غنجانه. ظرف 1 لیتر آب 2 لیتر گرفتن نمیتونه. ظرف 2 لیتر آب 4 لیتر گرفتن نمیتونه.
همین قدر اگر ظرف تنگ روش کلام باشه آب زیاد میغنجه، همون قدر نیتا درست باشه همون قدر صاحب توفیق میشیم. اینمی معنیش همینه. مسلمان ها همه جا خیرخواه هم، مسلمان ضرر میرسونه، مسلمان خون میریزونه، مسلمان افلاسی میبیاره و صدقه نوی مسلمانی شود و یا ظرفش پسته و یا ظرفش میدهکه و یا ظرفش خیلی خورده غیر بدی هیچی را قبول نمیکنه. مقصد از این معرکه همون همینه که اینقدر تیاری دیده، کشاده شوی آشخانه کرده، اینقدر برادر مومنین خدا را برای نان خیر دعوت کرده، همین قدر تیاری دیده این میدان رو بینه چقدر خوشرو کردیم. بیا برای ایمان مونم یک زمین تیار کنیم، بیا برای عمل مونم یک زمین تیار کنیم. اساس این شیشتنا و خیر و معنیش همینه. غذای مادی گرفتیم، از انواع تمام نعمت ها خوردیم، برای ما غذای معنوی در کاره، غذای معنوی در روح ما در کاره. این همش ای جانب خدا و رسول او تعلیم شده که ما الحمدلله مسلمانیم، ما الحمدلله مسلمانیم. انا میرم میگن توفیق، انا میرم میگن در فرودگاه ها ما رحت رحمت خدا را. دلیلش همینه که تنزل الملائکه و الروح، شب قدر ملائکه ها می اومدیان، جسم های نورانی هر یک قدم می نویسن. ولی ما نمیدونیم همین قدر ملائکه خدا بسیاره، این زمین و آسمان پر کردگی ما دیده نمیتونه میره. شب قدر همه این می آمده، خداوند میگه سلامون، ای برایش ما سلامتی بود. این چه خیلی سلامتی های کسی که 2 رکعت نماز در شب قدر میخونه خدا 1000 ما عبادتش میداده. 2 رکعت نماز ده، این سلامتی، این سلام، این رحمت. بیا ما هم امروز سلام کردیم، علیه کردیم، دست به دست سلام کردیم، آغوش کردیم. بیا رنگ خدا باری در حق یادگاری ما سلامتی تیم. ای خفای یادگاری ما غیبت نکنیم، حسد نورزیم، کینه نگیریم، عداوت نگیریم، یادگاری ما بد نبینیم، بر روح بد دعوت نکنیم، برای ایمان، عمل، صلح، ثبات، آرامی، تینجی. برادرها همه این انامین نقض دانین که همه همین از نشانه و تینجی آرامی ای را قدر کردن در قرآن. هر کسی که سلامتی آرامیش قدر نمیکنه و انسان ایمانی کامل بدنش قدر نمیکنه. همینجا اومدیم از همه چیزی بزرگ همین سلام کردیم، با گوش گرفتیم، نان خوردیم، نمک خوردیم. کوشش کنیم که صاحب توفیق شویم، کوشش کنیم که صاحب توفیق همون زمین توفیق هموار کنیم که فرودگاه های رحمت خدا ای عثمان بیایه و ما صاحب فضل الهی رحمت الهی شویم. در دیگر جای قرآن حکایت میکنه همون نفرانی که میگویند ما ایمان داریم، همه ما الحمدلله میگه ما مسلمانیم. یگان انسان همینجا نیست گوه که من مسلمان نیستم، همه میگه من مسلمانم. آن نفرای میگن که ما ایمان داریم، ثم استقاموا در همین گپشون زندگی میکنن. ما باید مسلمان زندگی کنیم، ما باید مومن زندگی کنیم، باید ما آمدیم مردهامون همیشه و همیشه قفای ایمان و عمل باشیم، در این دنیا ضرر نرسونیم در کسی. کوشش کنیم که مسلمانی مومنی را چخیلی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوردن در بشر نشان دادن، آدمگری را، یتیمگری را، من چارواداری را، تجارت، زراعت، پیغمبری را، همه چی را جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما نشان دادن. ما اقلا هر روز یک تای همی را کنیم برای ما بسن. ما همه ای را نمیتونیم. چگونه که امام غزالی آورده است گفته شما همه ای کاری پیغمبر را کردن نمیتونید، اقلا یک تشکنه این شیشه کشیده آوردن میگیره. کاری پیغمبر به یک دیگری زنجیر بده، راستگو راستی برکت هم میبیاره. برکت که آمد نان در بدنت آشی میکنه، نان در بدنت که آشی کرد چهرت خوشرو میشود، چهرت که خوشرو شد همون زن و کودک تمایت خرسند میشود، زن و کودکت که خرسند شد رحمت خدا میبیاید، رحمت خدا که آمد ای دنیا مسلمان میمری. این همین معنیش. اسلام ما، توفیق ما، دیدن ما همش همینه. فقط و فقط جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های گوهربارشون گفتن که بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من آمدم که شما را صاحب تربیه بزرگ کنم. در دیگر جاش گفتن آمدم که اخلاقتون را پره کنم. عقل آدم پره شوه، اخلاق آدم درست شوه، خودش نماز میخونه. عقل آدم پره شوه، اخلاق آدم درست شوه، خودش حج میروه.
کسی نماز نمیخونه، حج نمیره، کسی پدر و مادرش حرمت نمیکنه، همسایه داری نداره، ضررش روی مردم نمیبرداره. وای آدم عقلش کمه، وای آدم عقل نداره. معلوم است که از گفتار پیامبر بهره نگرفته است. شیشتنیم و آمدنیم و همش برای توفیق برادر و برای هدایت، برای خیر. دعا میکنیم خدا عقلای ما را پر کنه، خدا تربیه ما را درست کنه، ضرر ما را از تمام جمعیت خلق خلایق خدا بالا برداره، فقط فایده من رسه. هر کسی میگه من مسلمانم ثم استقامو، در این گپش میسته قرآن حکایت میکنه تتنزل علیهم الملائکه. خدا میگه شما مسلمانی، در مسلمانیتون استوار باشه، من خودم ملائکه ها را پیش شما روی میکنم. ملائکه ها در فرودگاه میبیاین، گپای ما را گوش میکنن، دعاهای ما را میبرن و نزد خدا میرن، از دعاهای ما گپ میزنن، خداوند مشکلات ما را آسان میکنه. همون خدایی که یک قطره آب قدرت پیدا کرد ما و شما را خلق کرد، قسم به خدا او قدرت داره که بلاها را از سر ما دور کنه، او قدرت داره بیماری سرطان را نقص کنه، او قدرت داره بیماری های تبابت نشونده را نقص کنه، او قدرت داره فقیری را به بایی مبدل کنه، او قدرت داره که از داخلی نمیگه یک حضرت موسی را بینه که قدرت داره که عصا را در سنگ میزنه 12 چشمه میبروید. قدرت های او زیاده. ما از قدرت های او باید همیشه طلب کنیم که خدایا قدرت های خیر تا به سوی ما بیدار کن. ریشش های چی بده؟ باید مخمون تیار کنیم، باید مخمون آماده کنیم. آمادگی و تیاری نامش توفیق بده. هیچ مال گمان نکنیم که هدایت همین خیلی میبیاید، توفیق همین خیلی میبیاید. هدایت و توفیق به صاحب نیست. ابوبکر صدیق ایمان میبیاره، تمام مالش در ری دین پیغمبر میتیه، دخترش در پیغمبر میتیه و پیغمبر خدا امر میکنن که ای مردم اگر شما گویه که کی را شما دوست میگیره، من ابوبکر را دوست میگیرم. انا میگه توفیق رخش هموار میکنیم. برای همین اشاره اساسی همینه که هممون برای توفیق کوشش کنیم، برای هدایت کوشش کنیم. توفیق هدایت که بیاید خداوند در برکت خودش میبیاره. الله جل و علا شانه برای انسان هایی که قفای توفیق هدایت میدوند خودش قسم میکنه ولو اگر اهل القرى، این اهل ناحیه و ده ها و شهر و ولایت ها آمن و ایمان می آوردن و تقوا و قفای تقوا می دویدن، پرهیز حلال کاری می دویدن، لفتحنا علیهم برکات من السما، من خودم دروازه های آسمان برکت شد در بالاشون می ریختم. قفای توفیق شدن در کاره. چون امروز زندگی چرخ نمیزنه، چون یک موندون نمیشوه؟ برای که توفیق ها من سسته، هدایت ها من سسته، زنداری ها من سسته، مادر و پدرداری ها من سسته، دوستی برادری ها من سسته. کجای دما میلنگیم؟ پیغمبر دعا میکنه که اللهم اسدود، ای خدا محکم کن. چرا محکم کن؟ همون کوزه عمل منه که اگر سوزن باری شکاف باشه ایوای عمل چکیده رفتن میگیره. محکم کن همون سوراخی های دلی منه که ایوای عملو نریزم. اگر یک کوزه امروز یک سوزن باری هوی باشه تا سحر یگان قطره روغن نمیمونه. این عمل و این قدر مهنته که ما و شما میکنیم عزیزان، ما و شما کرده استیم. کوشش کنیم که همون ستیل عمل و هوی نباشه که ریخته روه. برای توفیق، برای هدایت، برای اخلاق، برای آرامی، برای تنجی، برای سلامتی، برای دینداری، برای مذهب حضرت امام ابو حنیفه همه جا گوی، همه جا تربیت کنیم مردم. خداوند دکان آباد گردونه، قدمای شما را مبارک کنه، عاقبت کار خدا به خیر کنه، ایمان را به سلامت کنه. آمین یا رب العالمین. ما دیگر جو دعوت داریم، پناهتون به خدا.